در نتیجه برگزار نمودن چورابینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا معین کرده شد که مرد 33 ساله ساکن نوای رودکی که پیش با ماده 247 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان صادر شده است با مقصد قلابی در شبکه اعلان‌های خرید و فروش مال و محصولات سامانتیجی یک عکس автомاشین تمغه لکسوس 570 که به او علاقمندی نداشته است گذاشته گویا автомاشین در عکس بوده به او تعلق دارد با نرخ نسبتا ارزان آن را به فروش گذاشته است. به اعلان دروغ او مرد 34 ساله ساکن شهر دوشنبه باور کرده با او در تماس شده است. گمان بر شونده جبر دیده را فریب کرده به آخرین وعده داده است که در مدت 25 روز اتومبیل مذکور را به شهر دوشنبه آورده به عوض 230,000 سامانی به او می‌فروشد. او با بهانه پیش پرداخت در 3 مرحله قسم جمع به مبلغ 62,100 سامانی از جبر دیده با روی فریب گرفته به منفعت شخصیش صرف نموده است. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. همین طریق ضمن برگزار نمودن چورابینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا معین کرده شد که مرد 34 ساله ساکن شهر دوشنبه صحنه 5 اکتبر سال 2023 به باوری مرد 37 ساله ساکن پایتخت در آمده از او یک عدد автомاشین تمغه لکسوس 350 لونگ را 750,000 سامانی نرخ‌گذاری نموده طریق غیر نقدی خریداری کرده به او وعده داده است که قسم مبلغ پولی را پیش پرداخت نموده باقی مانده را در مدت 2 ماه به او پرداخت می نماید. گمان بر شونده автомاشین را فروخته مبلغ به دست آورده‌اش را به منفعت شخصیش صرف نموده است. نسبت به گمان بر شونده با ماده 247 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخله یک در نوع فردوسی با عریضه مرد 42 ساله ساکن نوع مذکور مراجعت نموده است که از ماه ایون تا ماه اکتبر سال 2023 در حدود نوع شامنصور مرد 29 ساله ساکن پایتخت با روی فریب به باوریش در آمده از او 143,800 دلار امریکایی گرفته تا حال مبلغش را برنگردانیده است. در نتیجه به جبر دیده جمع به مبلغ 143,800 دلار امریکایی برابر 1,576,000 سامانی ضرر مخصوصاً کلان مادی رسانیده است. از روی حادثه های مذکور تفتیشات ادامه دارد.